سلام بچه‌ها، خوبین؟ عیدتون مبارک باشه. به اولین ویدیوی 403 سر بساط آزاد پر افاده خیلی خوش اومدید. اون تو تاس همومش که تو دوش آخر آب که قطع شد به غسل نرسید از کیسه خلیفه آرد میاره که نمک رو زخمش بپاشه و با اضافه کردن آبی که طهارت نداره با همزن برقش با قدرت 3 خره بخور 0 تا 100 تو نیم میلی ثانیه میزنه که به این اسهال برسه. اون با بلا نسبتایی که صبح به صبح با قلاب انداختن تو فاضلاب شهری بمبئی سید میکنه لای نوناشو پر میکنه و بعد از ساختن آسمون خراش به صورت یواش جوری که در نگیره لباش با چاقویی که وقتی میره لای نون میریزه پراش اونا رو کات میزنه که تا بهتر قوطه ور بشن تو اسهالی که از قبل ساخته بودن براش. آزاده با دستای آماده برای بیمار کردن یه لشکر پیاده با ناخونایی که زیرش مملو از فساده به کثافتکاریش ادامه میده تا میرسه به مرحله سرخ کردن تو روغن سوخته‌ای که جایزه ترک اعتیاده. آزاده که عامل گرونی پرایده دستاش تو روغن نمیسوزه و میگه این به خاطر نیایش زیاد و قدرتی که بودا بهش داده. روح مشتریاش هم بعد از مصرف از جسمشون میشه پیاده، پس یکی به آمبولانس زنگ بزنه چون تعداد مسموم شده ها زیاده. زنگ بزن آمبولانس، اینم از شانس ماست، توی آمبولانس نال دیگه ای داره دانس. زنگ بزن آمبولانس، اینم از شانس ماست، توی آمبولانس نال دیگه ای داره دانس. نمیدونم این آقا دکتر یا کلانتره، داره ما رو سمت درمانگاه یا پاسکا میبره. میخوریم و هی میگیم این دیگه پیچ آخره، چرا فاز الکل از سرمون نمیبره. زنگ بزن